عشقا سلام و درود بچه‌ها، اومدم بهتون دو نوع فیلتر معرفی کنم که پینگتون رو یکیش ثابت نگه میداره 170 بین 160 تا 80 داره 180 و یکی دیگه‌ش هم بین 110 103 تا 130 پینگ اوکی بهتون میده. یکیش عشقا این وی پی ان هما وی پی ان که اینجا که مشاهدش میکنید فیلتر هما وی پی ان. یکی دیگهش هم این فیلتر هست که داخل فروشگاه پلی سرچ بکنید دوتاشو سرچ کنید، یکیش هما وی پی ان براتون میاره، اون یکی هم سرچ کنید فیلتر اسب. حالا من اینو زدم اووردش، اینو بزنید واسهتون میاره. دوتا رو نصبش کنین و من اول بریم فیلتر هما رو تست بکنیم. فقط فیلتر هما که داریم واردش میشه یه طول میکشه اما درست میشه. برو بریم واسه تست. ببینید عشقا اینجا که وارد فیلتر جناب عالی هما میشیم، صبرش میدیم. اینجا تبلیغ میاره. اوکی، اینجا فیلتر واسه میباله میزنیم روی دکمه استارت. عشقا اینجا که تبلیغ رفت، اینجا میزنیم روی دکمه استارت، صبرش میدیم. باز تبلیغ بیاره. خب اوکی، صبرش میدیم. اینجا حداقل 35 ثانیه طول میشه، اما در واقع 10 دقیقه 20 ثانیه 10 ثانیه هم نه. اینجا سرور فرانسه رو بس میشه. بریم میخواد گیم تستش کنیم. اوکی عشقا، اینجا که مشاهده میکنید شما وارد گیم شدیم و همونجور که مشاهده میکنید سریع وارد گیم شد. سریع که نه، اما سریع گیم باستون اینجوری صفحه باز میکنم. میریم اینجا ترینینگ و وارد ترینینگ میشیم. این فیلتر تضمینی و همه دوستان استفاده میکنن، تا البرز هم استفاده میکنه و اگه باور نمیکنه ویدیوش هم داره و ویدیوش هم گذاشته. ببینید چجوریه پینگش 195 141 400 درست شد. ببینید 104 107 124 108 ببینید چه خبرنش رو 102 106 اشکا پینگ اوکی میده. چه پینگش اوکیه. ببینید این فیلتر هم اما اون یکی فیلتر که بهتون گفتم توش اسب خودش کنیم میاره، اونم همینطور. اما باید خود فروشگاه نصبش کنیم. نصبش کنیم ها واسهتون میاره. اون پینگ 180 به درد نمیخوره، اون فیلتر زیاد تضمینتون نمیکنم اون فیلتر رو بزنید و این فیلتر هما بهتره بچه ها، اینو بهتون بیشتر تضمین میکنم. اما اون یکی فیلتر اینو از دوستان من بهش گفتم زد، اکانتش رفت بلک لیست و یک چندین هفته از بلک لیسته. اما این فیلتر هما نه، خیلی فیلتر اوکیه به نظر من، بزنیدش عالی. تا یه ویدیو دیگه عشقا